اما سوال 3 گفته که قاعده های زوزنقه 4 و 7 سانتی متره و عرضم به حضورتون که ارتفاعش رو هم 2 سانتی متر داده که حالا من اینجا ارتفاع آن 2 سانتی متر دوی جا مونده بود 2 سانتی متره. گفته مساحت این زوزنقه رو پس از نوشتن رابطه جبری بنویسید. توی تمرین قبلی تو تمرین صفحه 55 اگه اشتباه نکنم سوال شماره 3 تمام در واقع مساحت ها رو ما نوشتیم. خب اگه یادتون باشه مساحت زوزنقه، حالا مجدد بنویسیم، مساحت زوزنقه چی میشه؟ میشه قاعده بزرگ به علاوه قاعده کوچک به علاوه قاعده کوچک ضرب در ارتفاع کلا تقسیم بر 2. پس من اگه اینو بخوام به صورت جبری طور بنویسم S برابر است با من قاعده بزرگ رو بگیرم A، قاعده کوچیک رو بگیرم B، ارتفاع رو بگیرم H و تقسیم بر 2. حالا یه عدد گذاری بکنم دیگه. S برابر است با تنها تغییری که این سوال کرده اینه که واحد اندازه‌گیریش رو بزرگوار بهمون داده. خب قاعده بزرگ 7، قاعده کوچک 4، ارتفاع 2 سانتی متر تقسیم بر 2. خب خیلی ساده، 2 با 2 خط میخوره، 7 و 4. عرضم به حضورتون که 7 و 4 میشه چی؟ 4 میشه 11 دیگه، بحثی توی این نیست. پس عرضم به حضورتون که مساحت مربع شما میشه 11 سانتی متر مربع و این هم تمام.